عضله ترابس یا همان عضله زوزنق سلطان قدرت و فرم بالاتنه چی هست؟ عضله ترابس یک عضله بزرگ و سطحی در قسمت بالای پشت و گردن هست که به شکل یه زوزنق دیده میشه. از پشت گردن شروع میشه و تا وسط کمر و شونه ها ادامه پیدا میکنه. بخش های عضله زوزنقه: 1. بخش بالایی، بالا بردن شونه ها و کمک به حرکات گردن مثل شراگ زدن. 2. بخش میانی، جمع کردن کتف ها به سمت عقب. 3. بخش پایینی، کشیدن کتف ها به سمت پایین و تثبیت اونها. چرا عضله زوزنق مهمه؟ افزایش قدرت و ثبات در حرکات بالاتن مثل پرسرشانه یا ددلیفت، جلوگیری از آسیب دیدگی گردن و شانه با بهبود وضعیت بدن. بهت یه ظاهر قدرتمند و عضلانی میده، مخصوصاً از پشت. فقط شراگ نزن. برای رشد واقعی باید هر 3 بخش ترابس رو تمرین بدی. تمرکز روی کنترل و کشش عضله خیلی مهمتر از زدن وزنه‌های سنگینه. فرم درست به علاوه رنج کامل حرکتی رشد بیشتر و پیشگیری از آسیب. اگر برنامه ورزشی با رژیم شخصی سازی شده میخواهی، ما برای رسوندنت به اندام مد نظرت آماده ایم.